و سپس مؤلف در اینجا میفرماید المسأله الثامنه، مسئله هشتم، ما یکره فی الصلاه، چیز در نماز مکروه است. آنچه که در نماز مکروه است. مکروه طبق اصطلاح فقها چیزی است که ترک آن بهتر است، با آن امر نشده است ولی انجام دادن آن گناه نیست. و مکروه در اصطلاح فقها یعنی عمل است که ترک کردن آن پاداش دارد ولی انجام دادن آن گناه نیست و در وقت احتیاجمندی و مجبوری ممکن است که آن را انجام بدهی. پس مکروهات نماز اینها میباشند: الاختصار فی الفاتحه علی رکعتین اولیین، اختصار کردن سوره فاتحه در دو رکعت اول. این مخالف سنت است، مخالف راه روش پیامبر صلی الله علیه و سلم است. بارک الله فیکم. چون خواندن سوره فاتحه این رکن است اصلا و تکرار سوره فاتحه این نیز مخالف سنت است. اما اگر به خاطر حاجتمندی باشد، مثل پریشان میشوی، پریشان حال هستی، فروتنی در داخل نماز ندانی، خضوع نداری، اشکال ندارد که تکرار کرده شود تا که قلب انسان بر آن حاضر بگردد. و این جایز میگردد تکرار سوره فاتحه به شرطی که انسان وسوسه نباشد و زیاده روی نکند. یکرا میگه التفات یسیر فی الصلاه بلا حاجه، همچنین کمی روی گرداندن در نماز، التفات بدون حاجت در نماز روی گرداندن این طرف آن طرف جایز نیست. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم وقتی از این عمل پرسیده شد فرمودند هی اختلاس یختل شیطان من صلات عبدی، این یک دزدی است. گفتن این یک دزدی است که شیطان از نماز بنده میدزدد است. روایت بخاری حدیث 751. اختلاس این دزدی رو میگویند، گرفتن نماز. اما اگر نیاز پیدا شد روا است، مثل توف انداختن به طرف چپ 3 بار هنگام رسیدن وسوسه انسان میشود، چگونه که در حدیث آمده است. یا مادری که میتونه کودکش را گم کرد یا کودکش بر چیز دست داد، آن را آگاهی بدهد، به وی نگاه نماید و غیر این حالات. پس این همه در مورد روی گرداندن کمی است. اما اگر شخص پوره روی بگرداند، پوره طرف دیگه است بگردی یا قبله را پشت خود قرار بدهی بدون عذر مانند ترس و خطر، نماز انسان باطل میشد این حالت. بارک الله فیکم. اما حاجت باشد گفتم اشکال ندارد. پس دیگری از مکروهات پوشیدن چشمها در نماز، تمغید میگویند. پس این از عادت مجوسی ها است، از مشرکین است. مجوسی ها آتش پرستا را میگویند. همین شیعیانی که پیش از اسلام بودند، همین ها مجوسی بودند که از این مجوسیت روی گرداندند که از اون بدتر شدند. فقط از عبادت آتش روی گرداندند، در عبادت علی و حسن و حسین، آدم ها و هیکل ها و چیزا گرفتار شدند و گفتند که این چنین پوشاندن چشم این از عادت یهودی ها است. واقعا در آنها مشاهده میشود. به هر حال تشبیه بر این کافران قطعا در داخل نماز پوشاندن چشم این مکروه است، جایز نیست، مگر اینکه اگر انسان نیاز پیدا نمود، خضوع را گم کرد، فروتنی را گم کرد. و دیگری از مکروهات همچنین خواباندن دستان در زمین در هنگام سجده. افتراش میگویند زیرا را همین دست را در زمین مثل سگان بگذاری، چون پیامبر صلی الله علیه و آله من کردم گفتن اعدل فی السجود، دست سجده میانه رو باشید، معتدل باشید. ولا یبسط احدکم ذراعیه ان بساط الکلب، و گفتن که کسی از شما دستش را چون سگ باز نکند. این حدیث بخاری تحت رقم 822 روایت کردند. یعنی نمازگزار باید بین بازوهایش فاصله قرار بدهد و از زمین بالا بردارد. تنها پنجه های دست در زمین هستند، بازوها را از زمین بردارد و با مانند به حیوان‌ها یا که سگ خودداری نماید. و همچنین بازی کردن و حرکت های زیادتی در نماز جایز و روا نیست، زیرا این باعث پریشانی قلب می‌گردد و خلاف خضوع و آرامش است و لازم است که این ترک کرده شود. و همچنین التخصر میگویند تکیه دادن دست به میان، دستان در میان تکیه دادن، بیان ناجایز بودن. این حدیث ابی هریره رضی الله عنه میگه نهی اساسا عن التخصر، نهی ان یصلی رجل متخصرا. گفتن من شده است که مرد در حالی که دست بر میان دارد نماز بخواند. این حدیث را امام بخاری تحت رقم 1320 روایت کردند و گفتند که تخصر گذاشتن دست در میان است. و عایشه رضی الله عنها نیز گفته است که یهودیان چنین میکردند، بنابراین مکروه است. و این را مسروق از او از عایشه رضی الله عنها روایت کرده است. بخاری آن را در صحیح خود تحت رقم 3458 روایت کرده است. و همچنین پوشاندن دهان در نماز جایز و روا نیست. پوشاندن دهان در نماز بدون عذر جایز نیست. دلیل آن حدیث ابی هریره رضی الله عنه است که فرمودند پوشاندن دهان در نماز قطعا جایز نیست. این حدیث رو ابی داوود تحت رقم 643 و ترمذی تحت رقم 379 روایت کرده که البانی این حدیث را صحیح دانستند. و صدل باشد که در این حدیث ذکر شد انداختن لباس در کتفها، لباس در کتف میپرتوی. و
برخی از علما گفتن که صدل این است که پایان لباس کشال یا تا زمین آید، لباس انسان به زمین برسد، اسبال میگن، اسبال، و این برخلاف سنت است و با این وعید است. به هر حال این عملها در شریعت جایز نیست، در نماز جایز نیست، در غیر نماز هم. و همچنین از دیگر از مکروهات پیش گذاشتن از امام در حرکت های نماز، مسابقه کردن با امام. پیامبر از این منع کردن صلی الله علیه و فرمودند اما یخشى احدکم اذا رفع راسه قبل الامام ان یجعل الله رأسه رأس الحمام. آیا یکی از شما نمی ترسد، نمی هراسد که اگر سری خود را پیش از امام بردارد الله سرش را مثل سری خری خانگی قرار بدهد یا صورتش را صورت خر قرار بدهد. این حدیث را بخاری تحت رقم 691 و امام مسلم تحت رقم 627 روایت کردند. و در هم کردن انگشتان رو در انگشتان دوختن در داخل نماز، اینم تشبیه الاصابع میگویند، اینم جایز نیست، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم من کرده کسان از این کارها و فرمودند که شخصی که پس از طهارت با نیت نماز به مسجد آید چنین نکند گفتند. این حدیث رو حکیم روایت کرده هستند و ذهبی موافقت نموده در این حدیث و البانی این رو تصدیق کردن. بارک الله فیکم. پس تشبیه گذاشتن انگشتان در انگشتان دیگر، داخل کردن انگشت در داخل نماز، اینم امر ناجایز و ناروا بوده است. اما بیرون از نماز اشکالی ندارد اگر در مسجد هم باشد فرمودن، زیرا خود رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیثی که ذوالیدین است، کسی که دو دستانش دراز بود، این کارو انجام داده بودند و پیامبر برای چیزی نگفتند. بارک الله فیکم. و کف الشعر و الثوب، همچنین خاریدن سر و کشیدن لباس، بالا کردن لباس و ازار، اینم از مکروهات نماز به حساب میرود. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که فرمودند امر نبی صلی الله علیه و آله میگه ان یسجد علی سبعه اعظم، پیامبر امر کردند که ما با 7 اعضای بدن سجده نمایید، ولا یکف ثوبه ولا شعره گفتند، و نه لباس خود را نه موی خود را و نه لباسش را نبردارد. این حدیث رو امام بخاری تحت رقم 815 بیان کردند. لباس رو نه بالای سر میپرتایی اگر دراز باشد، نه پایینش میکنی، برای همین لباس مردها باید از بجولک بالا باشد و خوردن سر و کشیدن لباس هنگام رکوع میره که سجده میره مردم میکنن، کف میگن، جمع کردن یعنی جایز نیست. بارک الله فیکم. پس این مخالفت مینماید خضوع و فرتنی در داخل نماز، فرتنی انسان از نماز میدزدد. و همچنین نماز خواندن الصلاه بحضرة طعام و هو يدافع عن الاخبثین، و همچنین نماز خواندن هنگامی که طعام حاضر شده است، باید اول طعام را بخورد. دوم همچنین هنگامی که انسان نیاز به غذای حاجت دارد خود را سخت می‌دارد و نماز می‌گذارد، اینم جایز نیست، بلکه طهارت کامل گرفته خوب آرام شده سپس نماز را بگذارد. این حدیث را امام مسلم تحت رقم 56 روایت کرده هستند. پس کی نماز در وقت خوراک خوردن مکروه می‌شود؟ وقتی که شخص خوراک را می‌خواهد، اشتها دارد، گرسنه است و خوراک حاضر است برداشته شده است، اما شخص روزه‌دار باشد یا سیر باشد و خوراک را نخواهد یا خوراک آنقدر گرم باشد که خوردن آن را خورده نمی‌شود، پس در این صورت اول نماز را می‌خواند، سپس نشسته خوراک را حتما تناول می‌کند. و اخبثین گفتین پیشا و نجاست را می‌گویند و نماز در چنین حالت خواندن نماز در چنین حالت‌ها جایز و روا است. و همچنین بلند کردن سر به سوی بالا، نگاه کردن به سوی آسمان، اینم از مکروهاتی که حرام کرده ها داخل می‌شود. چون رسول الله فرمودند که لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاه، مردم‌های میباشند پیدا میشوند که چهره‌های خود را به سوی آسمان در نماز قرار میگیرند. این کار را بگذارید، بلند کردن و نگاه کردن بر آسمان. بعضی‌ها در نماز یا چشمانشون را به سوی بالا میکنند یا سرشون را به سوی بالا میکنند. همه این عمل‌های ناجایز و ناروا است. این حدیث را امام مسلم تحت رقم 56 ذکر کرد. بارک الله فیکم. پس مکروهات نماز که بیان کردیم، سوره فاتحه را در دو رکعت اول کوتاه خواندن، تکرار سوره فاتحه، طرف چپ راست بازگشتن و همچنین چشمان را پوشیدن، آرنج ها را در زمین گذاشتن، در نماز بسیار حرکت کردن و همچنین دستا را در میان داشتن، یا که لباس را در کتف پرتافتن، یا که سر را خاریدن، یا که هنگام رکوع و سجده لباس را بالا کشیدن، مسابقه پیش گذاشتن امام و دستان را چلیکو را بر هم دوختن، باز هنگامی که طعام آماده هست که بیان کردیم تقسیمات، یا اینکه هنگامی که انسان نیازی به قضای حاجت دارد بالا کردن سر به سوی آسمان و غیر از این چیزایی که بیان کردیم. این از خلاصه مکروهات نماز.